اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز پنجشنبه. مولوی ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی میگوید بر اساس فرمان عالی قدر امیرالمؤمنین حفظه الله هیچ کس بدون حکم محکمه حق ندارد کسی را مجازات کند. مولوی عتیق الله عزیزی معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ در جلسه تدبیر یافته در رابطه با مس عینک گفت وزارت اطلاعات و فرهنگ متعهد به انتقال و تثبیت آثار باستانی و تاریخی پروژه مس عینک است. تر محکمه میگوید در ولسوالی متاخان ولایت پکتیکا یک تن مجرم که در قضیه رابطه نامشروع و زنا دستگیر شده بود برایشان جزای تعزیری تطبیق گردید. وزارت امور شهدا و معلولین میگوید با هماهنگی یک مؤسسه خیریه برای 160 تن معلول مستحق ویلچر توزیع شد. شاروالی کابل میگوید از سوی ریاست امور فرهنگی شاروالی کابل به منظور به میان آمدن زیبایی شهری و حفظ ارزش‌های تاریخی و فرهنگی به همکاری شرکت ساختمانی تاجلند کارهای زیباسازی چهارراهی حاجی محمد یعقوب را آغاز کرده است. قماندانی امنیتی کابل میگوید نیروهای امنیتی حوزه سوم 4 تن را به اتهام جرایم مختلف بازداشت کرده اند. وزارت دفاع ملی میگوید 80 تن مجاهد در قلوردوی 205 البدر پس از آموزش نظامی عقیدتی و فکری طی یک سلسله مراسم فارغ شدند. وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید روز گذشته 37 تن شاگرد از مرکز آموزشی ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت قندهار در بخش زبان ترکی و کامپیوتر فارغ گردیدند.